امروز میخوایم راجع به کاشت زعفرون با هم دیگه صحبت بکنیم. میخوایم ببینیم که زعفرون چیه، چقدر میتونیم کاشت بکنیم و چه روش‌هایی وجود داره و اینکه ما چجوری میتونیم از طریق کاشت زعفرون برای خودمون درآمد داشته باشیم و اینکه اصلا کلا یاد بگیریم زعفرون چیه و به چه روش‌هایی کاشت میشه، چقدر سود داره و روش‌هاشو کاملا با هم دیگه بررسی بکنیم. سلام دوباره به کانال ما، خیلی خوش اومدین. من تو کانالم یه سری ویدیوهای آموزشی در مورد کسب و کارهای مختلف، کارهای مختلف و برای بهبود کسب و کارتون گذاشتم و اینکه امیدوارم ببینین و لذت ببرین. من این ویدیو رو به خاطر کامنت یکی از دوستان گذاشتم که در مورد کاشت زعفرون و پرورش زعفرون درخواست کرده بودن که یه دونه ویدیو درست بکنیم. ما اول ما باید در مورد زعفرون اطلاع پیدا بکنیم که ببینیم مثلا زعفرون چی هستش و چه ارزش غذایی رو داره. زعفرون یه گیاهی هستش از خانواده زنبق‌ها، خانواده گلای زنبق، که این گیاه یه کلاله و خامه زرشکی رنگ که روش داره رو میچینن و اونو خشکش میکنن و به عنوان یه نوع ادویه خیلی طعم دهنده خوب داخل آشپزخونه‌ها استفاده میشه. ایران کشور ما با توجه به شرایط آب و هوایی که داره 90% زعفرون دنیا رو تولید میکنه و بیشترین وارد کنندش هم خود چین هستش. یعنی بیشتر 90% زعفران دنیا در کشور ما ایران تولید میشه به خاطر شرایط آب و هوایی و خاکش. پس زعفران یه ادویه بسیار پرمصرف و بسیار طعم دهنده خیلی عالی هستش که داخل مواد غذایی استفاده میشه و اینکه شما خودتون میبینید دیگه، مثلا یه ذره زعفران میریزن کلی طعم میگیره غذا، کلی عطر میگیره غذاها رو خوشمزه و لذیذ میکنه. خب این چیزایی که به شما گفتم و خودتون میدونستین و زعفران کاملا میشناختین. حالا ما میخوایم یاد بگیریم که چجوری زعفران کشت میشه و چقدر درآمد داره و چه روش‌هایی وجود داره. برای کاشت زعفرون دو تا روش وجود داره. یه روش سنتی هستش که از زمانهای قدیم بوده که داخل خاک میکاشتن و با توجه به شرایط خاکش و با توجه به آبیاری و این حرفا اون برداشت میکردن، خیلی هم طعم عالی داره. یه روش دیگه ای هستش که تقریبا یه 20 سالی هست حدوداً باب شده و روش گلخونه‌ای مثلا ما میتونیم بهش بگیم که خود همین روش گلخونه‌ای هم به دو صورت هستش. یکی روش هیدروپونیک و اون یکی روش هم روش آیروپونیک هستش که روش هیدروپونیک همون بر بستر آب انجام میشه، یعنی مثلا آب زیاد بهش میدن که زعفران به عمل میاد و روش هیدروپونیک بر اساس آب کمتری میدن و بر طبق اینه که مثلا هوا رطوبت داشته باشه، یعنی با رطوبت هوا بهش آبرسانی میکنن و باعث میشه که این زعفران رشد بکنه. یه نکته رو باید بهتون بگم حتما، تو روش مدرن یا همون روش گلخونه‌ای بازدهی محصول ما 10 برابر حالت سنتی هستش، ولی خب طعم و مزه سنتی یه چیز دیگه است. یعنی اون که داخل خاک به وجود میاد و از طریق به صورت کاملا طبیعی هستش خیلی طعم و مزه خیلی عالی داره، اما خب تو روش گلخونه‌ای به اون کیفیت نیستش، ولی خب از لحاظ کمیتش، از لحاظ مقدارش شاید 10 برابر حالت سنتی باشه. خب دومین روشی که به صورت گلخونه‌ای میتونیم زعفرون رو پرورش بدیم روش آیروپونیک هستش. آیروپونیک همون هواکاشت هست که با اون دیگه خیلی آب کمتری مصرف میکنه و ریشه زعفرون یا همون پیاز زعفرون رو هوا معلق میمونه و از طریق اسپری بهش مثلا آبرسانی میکنن. این میزان مصرف آب خیلی کمتری داره، محصول خوبی هم میده، ولی خب به نسبت همون میگم روش سنتی کیفیتش زیاد بالا نیستش، ولی خب کمیتش خیلی بالا هستش و حجم تولیدی محصول شما زیاده. یه روش دیگه هم وجود داره که شما داخل منزلتون میتونین زعفرون رو کاشت کنین. شما داخل گلدون هم میتونین زعفرون کاشت کنین. خاکش باید خیلی خشک باشه، هوا تقریبا مرطوب باشه و یه سری اصول و قواعد رو باید رعایت بکنین که اگه داخل منزل خودتون میخواین زعفرون کشت بکنین. خب
خب در مورد حالا روش سنتی اول ما صحبت بکنیم. تو روش سنتی برای کاشت زعفرون یه پیازچه‌های مخصوصی وجود داره، پیازچه زعفرون، که این پیازچه زعفرون هم کاشتن چه سری اصول و قواعد داره. اینجوری نیستش که شما تو هر زمینی خواستی به راحتی اول بکاری و بعد مثلا انتظار داشته باشی که به عمل بخواد بیاد. قبل از اینکه پیاز زعفرون رو بکارن خیلی خوب بایستی اون خاک رو کوددهی بکنن و غنی از کود بکنن، یعنی اون خاکش باید کوددهی کامل روش انجام بشه. وقتی که کوددهی انجام شد، پیاز زعفرون رو توی فصل خاصی داره، تو تابستون مثلا از بازه زمانی مرداد ماه تا شهریور ماه موقع کاشت زعفرون هستش که تو اون تایم پیازچه زعفرون رو با بیل به میزان 20 سانتی متر مثلا میکنن و 20 سانتی متر اون پیازچه رو داخل خاک فرو میبرن که کیفیت نهایی ما حتما به اون جنس پیاز ما بستگی داره، یعنی پیازچه زعفرون ما کیفیت خوبی داشته باشه. هرچی پیازچه ما کیفیت بالاتری داشته باشه، محصول نهایی ما همون زعفرون ما کیفیت خیلی بهتری خواهد داشت. اون خاکی که زعفرون توش به عمل میاد باید شامل خاک و رس باشه. خیلی مسئله مهمیه که جنس خاک ما هم باید با رس داخلش قاطی باشه، خاک رس هم داخلش قاطی باشه و اینکه اون خاک هم تو پاییز و زمستون، یعنی تو 2 فصل بعدش حتما شخم میزنن و کیفیتش رو میبرن بالاتر. بعد از اینکه مثلا اون پیازچه ها رو داخل خاک کاشتن، تو پاییز، تو اواسط مهر ماه بایستی اولین آبیاری خوب انجام بشه. آبیاری خوب میگم منظور اینه که غنی انجام بشه. آبیاری اولین گلای بنفش زعفرون 15 الی 20 روز بعد از اینکه کاشت انجام شد، تقریبا مثلا هولوش اواخر مهر ماه، تقریبا این گلای بنفش رنگ از خاک سر در میارن. گلای خیلی بنفش رنگ خوشگلی هم هستن و اینا رو بایستی تا قبل از آبان ماه، تقریبا تا اواسط آبان ماه باید برداشتشون انجام بشه. یعنی اون وقتی گلا شکوفه کردن دیگه اون موقع برداشت زعفرونه. البته با زعفرون باید دقت کنین که برداشتش توی تایم خاصی انجام میشه، زمانی که این گل قول معروف دهنش رو باز کرده و دهنش رو ببنده، چون در طول روز خب مثلا تا قبل از طلوع آفتاب اصولا کارگرا تا کشاورزا میشه گفتش، کشاورزا قبل از ساعت مثلا 4 و 5 صبح تا 8 و 9 صبح تو این تایم بایستی برداشت زعفرون رو انجام بدن. همون حالت خامه های زرشکی رنگ که هستش، همون حالت خامه های بنفش رنگ که هستش، همونا دونه دونه میچینن. خیلی هم کار سختیه و نیروی خیلی زیادی میخواد. به خاطر همینه که رقم زعفرون خیلی گرونه تو کل دنیا، رقم بالایی داره چون زحمت خیلی زیادی داره. شما میبینی مثلا یه فضای خیلی بزرگی، چندین هزار متر فضا میبینی کاشت زعفرون شده، ماحصلش میبینی مثلا شده شاید 10 کیلو زعفرون بخواد برداشت بشه، ولی خب همون 10 کیلو انقدر رقمش بالا هستش که میصرفه خلاصه این کار. روش کاشت زعفرون تقریبا به همین سبکه. البته یه نکات ریزی هم داره که باید شما به اون خاکش دقت بکنید، اون تایم برداشتش دقت بکنید که اینا رو باید اگر بخواید این کارو انجام بدین باید تحقیقات بیشتری بکنید. حالا چون این ویدیو زمانش طولانی میشه، ریز جزئیات رو نمیشه خدمتتون اعلام کرده چون زمان زیادی میبره. یکی از دلایلی که کاشت زعفرون رو به صورت گلخونه‌ای انجام میدن اینه که برای اینکه مصرف آب کمتری داشته باشه. خب میدونید که آب یه مسئله حیاتی هستش تو کاشت محصولات و یه چیز خیلی مهم هست. تو خیلی از روستاهای ما اصلا میبینی که آب کمه و آب حتی ساعتی هستش و مجبورن که از روش‌های گلخونه‌ای استفاده کنن. خب این روش‌هایی بود که در مورد کشت زعفرون شما میتونید استفاده بکنین و ازش کسب درآمد کنین. حالا کلیات این قضیه بخواین من خدمتتون گفتم، اگر بخوایم وارد جزئیات بیشتری بخوایم بشین، بایستی دوره‌های مخصوص این کارو بگذرونین و یعنی یه دوره خودتون این کارو انجام بدین. واقعا تو یه ویدیو نمیشه که مثلا من ریز کاشت محصول زعفرون رو به شما بخوام یاد بدم. یه چیزیه که واقعا بایستی از به صورت کاملا عملی انجام بشه. ولی خب کلیاتش که شما اطلاعات کاملی به دست، اطلاعات جامعی به دست آورده باشین در رابطه با کشت زعفرون، امیدوارم براتون مفید بوده باشه. خیلی ممنون از شما که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. من داخل کانال خودم ویدیوهای آموزشی در مورد ایده های کسب و کار، در مورد ایده های برای اینکه کسب و کار بهتر داشته باشین، در روش‌های کار در منزل
اومده خیلی اینا رو توضیح میدم و خیلی آموزشی و خیلی حرفه‌های مختلف، شغل‌های مختلف رو معرفی میکنم. امیدوارم که بتونید نهایت استفاده رو بکنید از این ویدیوها و اینکه اگر تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب بکنید، دکمه لایک هم بزنید و دکمه اون زنگوله کنارش هم بزن تا اگر ویدیویی رو برام منتشر کردم از دست ندید این ویدیوها رو. ممنون از شما، خدا نگهدار. و در انتها بهتون میگم که دو تا ویدیو دیگه منم ببینید که در مورد ایده های مختلف هستن، اینا رو هم نگاه بکنید، انشالله که خوشتون بیاد و لایکش بکنید. ممنون از شما، خدا نگهدار.